Misoli 457 در اینجا ترپیچ داشته است و ترپیچ برابر پهلو و بلندی اون رو یابیم. بیاین رسم رو یک بازم کلانتر دیده برایم کلانتر کنیم. این رسمی ما از روی رسم رویم. به خاطر بیاریم برابر پهلو چی بود؟ پایه‌های ترپیچ برابر است که نشان داشته است در اینجا 6 و 6 و بلندی ما می‌دونیم فقط 90 گرادوس میشود بلندی که است و از اینجا باید ببینیم در اینجا یک خط ترپیچ برابر پهلو است. اگر برابر پهلو باشد این دو قسم باید همه وقت برابر باشد، یعنی این درازی ها از اینجا تا اینجا را و چیزی که من بینم درازی اساسی بالا 5 است، اینجا هم 5 میشود. در عموم که 9 هسته باید این دو طرف رو 4 باقی میمونه و دو طرف یک خط تقسیم باید کنه، یعنی درازیشون 2 سانتی متر میشود هر طرف رو. یعنی درازی اساسی بالا 5 باشد در پایین همون خط عکس مییابد و دو قسم دیگر یک خط باید تقسیم شود چون که اینها ترپیچ برابر پهلو. و از اینجا من چی دارم؟ یک سکونجا دارم با کتت 2 و اش بلندی و هیپوتنوز به 6 برابر است. در اینجا فرمول پیتاگور استفاده می‌بریم. فرمول پیتاگور چی میگه؟ 36 6 کوادرات برابر به 2 کوادرات جمع 8 کوادرات. و اینجا چیکار که می‌بینم 36 میشود این برابر 4 جمع 8 کوادرات و اینو ما می‌دانیم چه کار کردن رو 32 و بلندی ما در ریشه 32 باید باشد. جواب ها میبینیم که جواب نیست، یعنی یک عدد از ریشه برآمدگی است. کدام عدد از ریشه برآمده میتونن؟ 32 رو من چه نوشته میتونم؟ 16 ضرب 2 نوشته میتونم و از اینجا ما میتونم که 4 رو برابر چون که کوالیتی پور است 4 ریشه 2 میشه و از اینجا جوابی ما ده است.